رنگ امروزه جامعه ما و شما در هر دکان عرق نبود. در هر یک قد کوچه یک بشکه پیوه نویساندگی سویجی پیوه او از سر سبیل بمانه و سویجی. حالی میفهمی بعد سویجیش چی است؟ وای به حال هم مسلمان هایی که اینا میفروشن، وای به حالتان. پیغمبر خدا چی گفتن؟ شما زردابی از فرجهای زن دوزخی را می نوشین در روز قیامت. بعد میبینی که کلامش سویجی هست. در هر قدی کوچه و در هر دکان این گونه عرق فروشی نبود. امروز با حیرت نمیمانم باور کنیم مسلمان عرق فروش است. مسلمان در معرکاش عرق میدهد، مسلمان عرق خور، مسلمان دزد، مسلمان خیانتکار، مسلمان دروغگو است. این چی گونه مسلمانی باشد؟